فصل اول: تولد، پیش زمینه، آشوب‌ها و به قدرت رسیدن داریوش بزرگ. داریوش فرزند ویشتاسپ از خاندان هخامنشی بود، اما نه شاهزاده‌ای که کسی انتظارش رو داشت. برخلاف کوروش کبیر که از کودکی نامش بر سر زبانها افتاده بود، داریوش در سایه زیست، در سکوت، در تمرین، در یادگیری هنر جنگ و سیاست. او در دوران حکومت کوروش و کمبوجیه نقش فرماندهی کوچکی در ارتش ایران داشت. سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. تاریخ پر از رازهایی که هنوز کشف نشدن. اگه میخوای با هم کشفشون کنیم، سابسکرایب یادت نره. بخش اول: تولد و پیش زمینه خانوادگی داریوش. او در پارس، سرزمینی کوهستانی و پاکزاد، زاده شد، جایی که آداب کهن ایرانی در رگ و ریشه مردمانش جاری بود. پدر ویشتاسپ از شاهزادگان هخامنشی بود، اما قدرتی نداشت. از کودکی به داریوش آموخته بود که بزرگترین دارایی انسان شجاعت، صداقت و آمادگی برای سختی است. داریوش جوان در سایه جنگ‌ها و پیروزی‌های کوروش رشد کرد. او شاهد تولد یک امپراتوری بود، امپراتوری که هنوز به ثبات نرسیده بود. در کنار کمبوجیه، فرزند کوروش به مصر لشکر کشید و اولین تجربه‌های جدی نظامی خودش رو همانجا به دست آورد. درست وقتی کمبوجیه در مصر بود، زمزمه‌هایی از ایران شنیده شد که بوی خیانت میداد. کسی به نام بردیا یا آنگونه که بعدها گفتند گواماتای خود را شاه خوانده بود. بخش دوم: آشوب پس از مرگ کمبوجیه و ظهور گواماتا. وقتی کمبوجیه در بازگشت از مصر درگذشت، ایران به معنای واقعی کلمه بدون پادشاه شد. مردی مرموز به نام گواماتا که ادعا می‌کرد بردیای واقعی است، بر تخت نشست، اما در حقیقت او یک هیله‌گر بود که با جعل هویت شاهزاده همه را فریب داد. گواماتا برای دلجویی از مردم مالیات‌ها را حذف کرد و آزادی‌های منطقی را افزایش داد. اما این ظاهر ماجرا بود. پشت پرده او هر کسی را که احتمال می‌رفت راز او را بداند از میان برداشت. یک پادشاه سایه‌بار که ترسش همه جا را فرا گرفته بود. در این دوران داریوش که از همراهان ارتش کمبوجیه بود، به سرعت به پارس برگشت. او چیزی بیشتر از دیگران فهمیده بود. در دل آشوب با چند تن از نجیب زادگان ایران طرحی ریخت باید گواماتای را از میان برداشت. بخش سوم: قیام داریوش و توطئه قتل گواماتا. داریوش با 6 تن دیگه از اشراف ایرانی نقشه خطرناکی کشید. این عملیات بیش از یک قتل سیاسی بود. ریسکی بود که سرنوشت کل امپراتوری رو تعیین کرد. آنها شبانه به کاخ سلطنتی نفوذ کردند در قلب امنیت گواماتا. در روایتی که هرودوت نقل میکنه، وقتی به اتاق گواماتا رسیدند، نگهبانان مقاومت کردند. اما داریوش و همراهانش با شمشیرهای کشیده خود را تا گواماتا رساندند. او را کشتند و با پایان جان او شب حکومت سایه‌ها هم پایان یافت. اما حالا سوال بزرگ مانده بود: چه کسی باید شاه شود؟ از میان 7 نفر داریوش ادعا کرد که به واسطه تبار خالص هخامنشیش او سزاوار تاج و تخت است. روایتی معروف وجود داره که برای تصمیم گیری اسب‌هایشان را بیرون بردند. هر اسبی که قبل از طلوع خورشید شیهه بکشد، صاحبش پادشاه خواهد بود. اسب داریوش پیروز شد با کمی ترفند، اما بیگمان آنچه داریوش را به پادشاهی رساند نه اسب و شانس، بلکه قدرت تحلیل، شجاعت و هوش سیاسیش بود. بخش چهارم: تثبیت قدرت، شورش‌ها و مدیریت اولیه کشور. داریوش به محض نشستن بر تخت با امپراتوری مواجه شد که از هم پاشیده بود. شورش‌ها از سراسر سرزمین برمیخواستند، از بابل تا ماد، از مصر تا سقط. همه تصور می‌کردند که جوانی بی تجربه بر تخت نشسته، اما داریوش به سرعت نشان داد که کیست. در سال اول سلطنتش 19 نبرد فرمانروایی کرد تا شورش‌ها را سرکوب کند. او شخصا در میدان جنگ حضور داشت، نقشه می‌کشید، استراتژی می‌ساخت. در این دوران بود که سنگ‌نوشته بیستون را ساخت، سندی که نه فقط تاریخ بلکه مشروعیت حکومتش را به همه نسل‌ها نشان دهد. در این سنگ‌نوشت‌ها داریوش از شورش‌ها، پیروزی‌ها و حتی لطف اهورامزدا سخن می‌گفت. این متن نه تنها یک سند تاریخی بلکه نمونه‌ای از روابط عمومی قدرتمند در اصل باستان ایرانه. او فهمیده بود که برای یک امپراتوری وسیع قدرت تنها از شمشیر نیست بلکه از روایت هم میاد. او کشور را به ساتراپی‌ها تقسیم کرد و سیستمی اداری بنا نهاد که تا صدها سال بعد هم پابرجا ماند. داریوش فقط یک شاه نبود، او بنیانگذار واقعی نظم و ثبات در دل امپراتوری هخامنشی شد. توی فصل بعد درباره گسترش امپراتوری و فتوحات بزرگ داریوش کبیر صحبت میکنیم. ویدیوی بعدی رو از دست نده.
رفقا اگر ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که لایک کنید و نظرتون رو حتما توی کامنت ها برام بنویسید. تا ویدیوی بعدی.